سلام و روز بخیر بیننده عزیز آزادی. برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. ساعت در دوشنبه 11 نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 25 ینور. بازار سلطان کبیر در دوشنبه آتش گرفت. ترتیب نمازگزاری بعد از باز شدن مسجدها: نیم ساعت قبل از نماز حاضر شوید و با دست سلام نکنید. دهها ساکن دوشنبه برای ویران کردن محیط زیست جریمه شدند و بیش از 3000 طرفدار الکسی نوالنی را بازداشت کردند. شروع میکنیم از یک خبر فوری. سلطان کبیر، یکی از بازارهای کلان در پایتخت تاجیکستان، صبح امروز 25 ینور آتش گرفت. خبرنگاران رادیوی آزادی به نقل از صاحبکاران و شاهدان عینی میگویند آتش سوزی بعد از 2 ساعت شروع آن هنوز هم ادامه دارد. به گفته صاحبکاران، آتش سوزی در قسمت داخلی و جای فروش چرخهای ماشین ها و میبل ها صورت گرفته است. در حال حاضر نیروهای ویژه انتظامی محل را پیچانده و صاحبکاران را نمیگذارند که داخل بازار شوند. این بار دوم است که دوام 3 سال اخیر در این بازار بزرگ کلان پایتخت تاجیکستان آتش سوزی سر میزند. در آتش سوزی ماه ایون سال 2018 21 مغازه و دکان به کام آتش رفته است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی ندادند. تفصیلات حادثه را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی دوامی روز پیگیری کنید. دقیقاً یک هفته پس روز دوشنبه 1 فوریه در مسجدهای تاجیکستان گشوده می شوند. مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان از نمازگزاران خواستند در وقت ادای عبادت در مسجدها قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. نوروز جعفروف، سردار ریاست امنیت سانیتری اپیدمیولوژی وزارت، در صحبت بر خبرگزاری رسمی خاور گفته است بهتر است نمازگزاران نیم ساعت پیش از وقت نماز به مسجد حاضر شوند تا در وقت وارد شدن به مسجد ازدحام جمع نشود. توصیه دیگر این مسئول وزارت تندرستی این است که بهتر است هر نمازگزار جای نمازی خود را به مسجد آورد، هرچند در مسجدهای تاجیکستان جای نماز عمومی است. وقت نماز گذاشتن شاید حالت‌های شوند که نقاب از روی کنده شود و همان ذره‌های خرده که توسط بالا آب دهان یا اینکه با نفس ما به جای نماز می‌افتند احتمال سبب سرایت یافتن نفر دیگر شوند، گفته است نوروز جعفروف. سردار ریاست امنیت سانیتری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی همچنین از نمازگزاران خواسته است نه به دست بلکه با اشاره سر سلام کنند. به گفته نوروز جعفروف، ساکنان در وقت عبادت در مسجدها نقاب پوشند و مسجدها نیز باید سیستم هوا تازه کنی داشته باشند. یادرس می‌شویم که با قرار ستاد مقابله با کووید 19 در تاجیکستان از روز 1 فوریه در این مسجدها برای نمازگزاری گشوده می‌شوند. مسجدها از ماه اپریل سال گذشته تا این دم به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بسته بودند. در تاجیکستان رسما 4000 مسجد ثبت نام شده است. مقامات بخش حفظ محیط زیست دوشنبه میگویند از رفتار برخی ساکنان نگرانند که در ساحل‌های دریاهای پایتخت پرتو می‌پرتایند. یک مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی هم نشان داد که ساحل‌های دریای معروف به دوشنبینکا پر از پرتو است و حتی اوریبچه کودکان از منزل ساکنان تا لب دریا رفته است. سروناز روح الله و شهلای عبدالله این موضوع را تحقیق کردند و حالا بیایید گزارش آنها را همراه می‌بینیم. идораи ҳифзи муҳити зисти шаҳри душанбе даҳҳо сокини пойтахтро барои ифлос кардани оби рудхонаву дарё ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидааст. миёни ҷаримашудаҳо соҳибони ошхонаву муассисаҳои маишӣ ҳам буданд. бештар ҳамун нафарҳое ҳастанд ки дар вақту ҳолатҳои муайян партовиҳои худро дар ҳамун ҷойҳо ҷойгир мегиранд ва аз тарафи нозирони раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри душанбе ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд ва қисми онҳо اون کارخانه شخصان الهدیه که پرتوهای معیشی باشد، پرتوهای ساختمانی را در جاهای معین جایگیر نکرده توسط نقلیات های مخصوص برده در نزد
ساحل دریاها جایگیر می نماید. مقامات میگویند در یک سال اخیر با شرکت 24,000 ساکن معرکه‌های الوهیده پاککاری ساحل‌های رودی دوشنبه را برگزار کرده و 44 کیلومتر ساحل‌ها را از پرتوها پاک کردند. اینها بیشتر پرتوهای معیشی، سخت معیشی در نظر میگیرد، مثلا کاغذ میگیرد، مثلا پسلوقی باقی مانده های خوراکه میگیرد، سلفان، بکلشکه، عموما دلخوشی‌هایی که در خواجگی همون شهروند و دیگر چیزها استفاده کرده میشود. با گفته مسئولین برخی از این ساکنان پرتوها را در نزد رودخانه میاندازند، در حالی که منبع اساسی آب برای ساکنان دوشنبه محض همین دو دریا است که از پایتخت میگذرد. یک مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی از نزد ساحل‌های دریای دوشنبه در روز 21 ینور نشان داد که پرتوها کم نیستند و در پی افکندن پرتوهای معیشی اطراف دریا بوی غلیظ میکند. تنقیسی ما نمیکشیم آب. ما اگر تنقیسی آب کشیم قدر قیمت آب و قدر قیمت این دولت میاد باید بدونیم. تنقیسی نمیکشیم همین سبب به مسئولیتی مردم باید. امیر یکی از فعالان جامعه شهروندی است که یک سال اخیر با گروهی از اختیاریان برای پاک کردن ساحل و رودخانه‌های پایتخت از پرتو اقدام میکنند. او میگوید هدف از انجام اکسیه‌های تازگی ساحل جلب ساکنان پایتخت به تازگی حفظ محیط زیست است. اختیاریان بارها پرتوهای جمع آورده خود را عکس گرفته در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشتند تا به این واسطه به ذهن مردم تاثیر گذارند. قبلا ما چنین اقدام‌ها را در کوه‌ها می‌گذراندیم، اما آن جاها آنقدر بزرگ نبود. آنجا ما از روی امکانیت کار می‌کردیم. تیر ماه سال گذشته تصمیم گرفتیم که چنین یک اقدام را در حدود پایتخت گذرانیم و همین طور هم شروع شد. آهسته آهسته به این اقدام دیگرها هم همراه شدند. مردم عادت کردند که پرتوها را باید روی زمین پرتایند. شاید آنها را فرهنگ شهرداری را باید آموخت که پرتو را روی زمین نپرتایند و از استفاده ظرف‌های پلاستیکی خودداری کنند. بعضی ساکنان از نبودن سیستم یگانه جمع‌آوری پرتو نگرانی میکنند و میگویند ناچار پرتوها را به دریا میاندازند. اما مقامات میگویند در حدود شهر دوشنبه بیش از 1,500 قوطی‌های مخصوص پرتو جایگیر است. مسئولین اداره حفظ محیط زیست دوشنبه میگویند برای بالا بردن فرهنگ شهرنشینی و تازه نگاه داشتن محیط زیست از جمله پرتوها در کنار دریاها کارهای فهماندهی انجام میدهند. آنها میگویند یکی از دیگر عامل‌های پر از پرتو شدن رودخانه‌های دوشنبه نبودن مکان‌های مخصوص پرتو در بعضی از دهه‌های ناحیه ورزاب است. با گفته آنها برخی از باشندگان این موضع پرتوها را راست به رود ورزاب می‌افکنند، در حالی که دریای ورزاب سرچشمه اساسی آب برای ساکنان شهر دوشنبه است. در گذشته هم مقامات ساحه بهداشت و حفظ محیط زیست تاجیکستان چندی از مالکان استراحتگاه‌ها و ساکنان را در کنار رود ورزاب جریمه کرده بودند. و در لحظه های اول روز 25 ینور زمین لرزه سخت تاجیکستان را تکان داد. در یک هفته اخیر بار دوم است که این حالت رخ می دهد. چندی از ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند زمین لرزه را در دوشنبه و منطقه های دیگر احساس کردند. تا هنوز مرکز زلزله سنجی تاجیکستان در این باره اطلاع نداده است. معلوم نیست که این حادثه خسارات هم داشته است یا نه. مرکزهای زلزله شناسی جهان گفتند زمین لرزه در 41 کیلومتری جنوب شرق شهر خاروق ولایت بدخشان و در عمق 107 کیلومتر رخ داده است. به اطلاع آنها شدت زمین لرزه در مرکزش به 5.2 درجه ریختر برابر است. در شهر مینسک دو جوان 18 ساله را برای نوشتن شعار ضد الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس بر روی سپر ماموران آلمان به زندان محکوم کردند. لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است. او ادعا کرد که در انتخابات ماه آگوست سال گذشته نیز برنده شد، ولی مخالفان نتیجه آن را نپذیرفتند. دادگاه ناحیه اکتبر در پایتخت بلاروس سوفیا میلاشویچ را به 2 سال و تیخان کلوکاچ را به 18 ماه زندان محکوم کرد. هر دوی آنها دانشجویان آموزشگاه شهر برست در غرب بلاروس هستند. حکم روز 22 ینور صادر شده است. دادگاه میلاشویچ را به اوباشی و تحقیر پرزیدنت و کلوکاچ را به ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار دانست. به قبل مقامات هر دو جوان در اعتراضها به ضد لوکاشنکو در مینسک اشتراک کرده، یکی در روی سپر ماموران پلیس نوشته گذاشته است و دیگر آن را به نوار گرفته است. میلاشویچ و کلوکاچ این گفته ها را تصدیق کرده، ولی از دادگاه خواستند آنها را از آزادی محروم نکند.
بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 25 ژانویه چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز آزاده، برنامه نوید بامداده بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. برای دریافت خبر و گزارش های از این بیشتر، سامانه رادیوی آزاده و صحیفه های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. هفته خوشی داشته باشید.